برای ساخت یه همچین جلوه‌ای چی کار باید بکنی؟ ما ابتدا تصویرمون رو وارد یه کامپوزیت میکنیم. به اولین فریز میام و اول یه دوپلیکیت ازش میگیرم، لایه بالایی رو کلیک راست میکنم، تو بخش تایم فریز فریمش میکنم. فریز فریم که کردم به کمک ابزار پن دور تا دور سوژم و یه مسک تعریف میکنم. مسکمون رو که تعریف کردیم، بذارید من اینو خاموش کنم، میبینید یه همچین شکلی داره و حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که ما بیایم از همین لایه رو یک کلیک راست میکنیم، یه پری کامپوز تعریف میکنیم، حالا اتریبیوت و اوکی میکنیم. خب وارد بخش ترانسفورم میشیم و کیو فریم های پوزیشن، اسکیل و روتیشن رو توی فریم اول روشن میکنیم. این حالا جلوتر که برو به اینجا مثلا رسیدی، بیا اینجا روتیشنش رو میچرخونم و حالا یه مقدار اسکیلش هم کم میکنم و مثلا بیاد اینجا. خب حالا به اینجا که رسید میرم به انتهای تصویرم و میارمش پایین‌تر. بچه حالا برای اینی که آخر کار بتونیم نتیجه خوبی بگیریم، به این که فریم پایین آخری که رسیدیم اسکیل رو کم میکنیم که دیگه کاملا و پشت سوژه اصلی قرار بگیره. و حالا تا اینجای کار که انجام دادیم کل این کی فریم هایی که تعریف کردیم و نگه میداریم. به کمک شورتکات F9 ایزش میکنیم، وارد بخش گراف ادیتور میشیم. اینجا ببینیم تو همین قسمت ادیت اسپید گراف و وسط میزنیم، انتهاش هم همینطور، ابتدارم به این شکل و انتهارم به این شکل که این شکلی بشه. خب این کارا رو که انجام دادیم، از همین مسکی که تعریف کردیم و بهش گفتیم که چه شکلی بشه، 2 تا دوپلیکیت میگیریم. تو ترانسفورمای دوپلیکیتمون میریم روی کی فریم های وسطیمون و میگم که تو بیا اینجا، کمک روتیشن زاویه‌شو میچرخونم کنم این شکلی باشه. آره خب. و بره پایین کوچیک شه. اون کوچیک شدنه خب آخرش مشخص میشه که به چه کاری میاد. خب لایه آخرمونم دوباره پوزیشنش رو تغییر میدم، به کمک روتیشن زاویه‌اش هم درست میکنم. حالا یه ذره میارمش بالاتر و این شکلی. خب میبینیم که میان و میرم پایین. خب این کاری که انجام دادیم، حالا برای اینی که از این شکل و شمایل در میاد و یه ذره ترتمیزتر بشه، از لایه اصلیمون، از تصویر اصلیمون یه دوپلیکیت میگیرم و به بالاترین قسمت میارم، دوباره روش کلیک میکنم، وارد بخش لایر میشم، به کمک ابزار روتو براش دور تا دور سوژه رو علامت گذاری میکنم، کامل میذارم آنالیزش کنه. بهتره که اون روتوبراش رو توی فریم اول انجام بدید. حالا من چون زیاد تغییری توی تصویرم زیاد نداشتم و این ماشین ثابت هستش، به مشکلی نخوردم. تموم که شد فریزش میکنم. خب فریز کردنمونم که تموم شد، میرم تو بخش کامپوزیت و
رو میبینین که بذارید من این تصویر رو فریز کنم. بله میان و میرن. دیدین اون کوچیک کردن فریم آخر باعث میشه که ما خطایی نداشته باشیم. حالا میتونیم هم از این قسمت بیایم موشن بلر بهش بدیم. حالا برای اینی که ما بخوایم یه ذره این حرکت های اضافه تصویرمون رو بگیریم و تصویرمون رو صافتر و تمیزترش بکنیم، کل لایه ها رو میگیرم، یک کلیک راست میکنم، پری کامپوز، موو آل اتریبیوت و ادجاست کامپوز، اوکیش میکنم و وارد بخش ترکر میشم، سابلایز موشن، قسمت رو بزرگترش میکنم، میذارم جایی که بتونه کامل ترکش کنه، مثلا روی این چراغ، و شروع میکنم به آنالیز کردن. تمام که شد اپلای میزنم، ایکس اند وای، اوکیش میکنم. میبینید این یه مقدار جاهایی که تاریک میشه یعنی میخواد لرزش تصویر ما رو بگیره. به کمک ابزار ترانسفورم یه مقدار اسکیلش رو بیشتر میکنم و حالا پوزیشنش هم میارم پایین تر و تمام. البته این اولش یه ذره، حالا میتونم بیشترم اسکیل بهش بدم.